باورم نمیشه. از اون سمباله های جذاب، حالا خدای خودمونیم. دارم چی میبینم؟ تو این ویدیو قراره یه خاطر از یکی از بازیگرای کشورمون براتون تعریف کنم که وقتی خودم دیدم کرکوپری بر من نبود. پس بزن بریم. خب آقا، داستان از چه قراره؟ ما نشسته بودیم تو خونه که یهو داداشم گفت شب بریم بیرون، شام بیرون. گفتم بله بریم، چرا که نه. رفتیم و گفتن یه کافه رستورانی هست، این کافه رستورانش خوبه و اینا، بریم اونجا. بعد ما رفتیم طبقه دوم. خوب شد رفتیم طبقه دوم، وگرنه دست میدادیم این صحنه ها. سفارش دادیم و نشستیم و این حرفا، یهو دم صدای خنده و مثلا همه بلند و اینا اومد که یه لحظه اون مغول حمله کرده، چه خبره؟ و من برگشتم دیدم چند تا دخترم یهو چشم به یه آقای سن بالا که بهت بگم از اینه که تموم ریش و موهاشون کامل سفیده، از اون سمباله های جذاب، حالا خدای خودمونیم. بعد من به عروسمون نگاه کردم، گفتم شوگر زدن. بعد عروسمون گفت نه شاید مثلا باباشه، حالا با دخترش اومده بیرون. گفتم حالا شاید. بعد گفت نه گل دستشه. گفتم دیدی من اشتباه نمی‌کنم. دیگه ما رفتیم پیکار خودمون و اینا می‌خواستن پشت سر ما بشینن. خب بعد جاشون رو عوض کردن، تغییر دادن. فکر کنم ما اینجا نشستیم، می‌خواستن اینجا بشینن، اومدن اونجا نشستن، یعنی تغییر مسیر دادن، رفتن اونور. داشتیم صحبت اینا می‌کردیم، یک لحظه اینجوری برگشتم، دارم چی می‌بینم؟ یه آقای دیگه هم باشون بود که قبل از اون من ندیده بودم، ما ندیده بودیم. شام شک کرده بودم به والله. برگشتم گفتم نه بعد اونجا هم تاریک بود. گفتم مهناز نه این اون نیست. دوباره برگشتم، مطمئن شدم دیگه، به داداشم اینا زدم، گفتم همون بازیگره نیست که همچه تو فیلم ها. عروسمون نگاه کرد، گفت نه بابا اون نیست. گفتم بابا خودشه. من ببین واقعا به چشام شک کرده بودم، اینقدر من به این آدم شک نداشتم. یه عکسم گرفتم که اینجوری زوم کنم ببینم واقعا خودش. دیدم بله خودشه. با 4 تا دختر اومده بودم بیرون. بعد اون یکی که بهتون گفتم سنش چقدر بالا بود، این خود بازیگرم سنش بالای 50 بود. دختر در 80 بودن بچه‌ها. دختری سنش از بقیه بیشتر بود که کنار این بازیگره نشسته بود. اون فکر می‌کنم مثلا دوست دخترش بود. اینا تو هر شهری میان دوست دختر دارن. نمیشه که از تهران اومده مشهد با یکیه. ببین اینجوریش میکرد، میگفت وای حالم به هم خورده بود، میخواستم بالا بیارم چای بخورم، فشارم افتاد تهیشه. ببین فکر کنم گارسون و آشپز و اینا هم داشتن اون بر غیبت میکردن و صحبت میکردن و اونا هم اون بر پرشون ریخته بود. چرا؟ اون غذای ما رو 30 دقیقه گذشته بود، هنوز غذای ما رو نیاورده بودن. بعد 30 دقیقه که بعدش که داداش من تذکر داد بعدش آوردن. نخوشم اومد، هیچ کم پا نشد عکس بگیره. چه خب عکس بگیرم که چی بشه، حالا مثلا با فلانی عکس دادم اوکی. در نهایت درسته که من پرامون ریخت و واقعا متعجب شدم، ولی خب بازیگران زندگی شخصی خودشونو دارن دیگه، دوست دارن هر جا دلشون میخواد برن، با هر کی میخوان رفت آمد کنن، هر جا دلشون میخواد بکنن. ولی میدونی من میگم تو که سنت اینه، سنت بالاتره و خب به هر حال تو جامعه ما با کسی که 30 سال از خودت کوچیک‌تره داری میای بیرون و هی نوازش اینجوری، اوکی هر کار دوست داری بکن، ولی آهسته و پیوسته حداقل انجام بده. ببین انقدر حداقل به اونا بگو سر و صدا نکنن، انقدر اینا خندیدن و سر و صدا کردن که ما متوجه اون بازیگر شدیم. اینم از چت امشبمون با شما. حالا بچه‌ها حدستون چیه؟ این بازیگر کی میتونه باشه که سنش هم بالای 50؟ واسه هم کامنت بذارین ببینم کیا درست میگن. من خودم نمیگم چون که آبروی بنده بردن کار درستی نیست. حتما بهم بگین تا یه ویدیو دیگه. بای بای.